يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. روز تولد پیامبر علیه السلام مرادف با روز وفات است. دوشنبه تولد و دوشنبه چیست؟ وفات. روز وفات چطور است؟ بزرگترین مصیبت و مصیبتی که صحابه عقل خود گم میکنه. عمر واری شخصیت میگه کسی که گفت که پیغمبر وفات کرده من گردنش به شمشیر میزنم. و یک آواز شیطان، و یک آواز شیطان که نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام از دنیا رفت، صحابه شمشیرها از دستش میفتن. مصیبتی بزرگ، قدر و قیمت وجود پیغمبر علیه السلام صحابه درک کرده بود. مراسم ویژه از بهره گرامی داشت از میلاد نبی در کاخ ریاست جمهوری. فضیلت مآب محترم کشاف صاحب رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان، علمای کرام، حلول میلاد النبی برای همه امت اسلامی و مردم مسلمان افغانستان و برای شما علمای کرام تبریک به عرض می‌رسم. این دیگ‌ها به مناسبت گرامی داشت از روز میلاد پیامبر بزرگ اسلام از سوی باشندگان هرات تهیه شده و این گونه برای اقشار مختلف توزیع می شود. این خیرات عمومی در یکی از نقاط هرات از سوی برخی از تاجران برگزار شده است. جناب تو که در اوتلا جشن میگیری، از هر طرف گوشت و پلو برات میرسه، اظهار خوشحالی و تولد پیامبر میکنی. به وفات پیامبر هم نظر کردی؟ جناب محترم تو روز تولد هم نگرفته ای. روز تولد 12 ربیع الاول میگی. تو را به الله قسم چقدر اختلاف علماست که روز تولد 12 ربیع الاول است، 9 ربیع الاول است. آنقدر اختلاف است سلف تا آلی را اتفاق نکرده که روز تولد کدام است، بلکه نظر به حساب شمسی و میلادی روز تولد 9 ربیع الاول ثابت میشه. جناب محترم تو روز دوشنبه را فراموش کردی، روز 12 ربیع الاول میگی که اظهار خوشی میکنی. چقدر خوب. جناب تفسیر میفهمی یا نه؟ کدام کتاب تفسیر امرای هست یا نه؟ یگام تو چی میگه؟ کار بد خو نیست. اینمی تجلیل کردن از میلاد النبی صلی الله علیه و مولد النبی، روز تولد رسول الله صلی الله علیه و میلاد رسول الله صلی الله علیه و. خب از نگاه تاریخی اینا با ما شمایی رسیدگی است که رسول الله صلی الله علیه و بعد نگاه میلادی در 571 میلادی تولد شده. 571 حال 2015 است. و این کدام روز بود؟ روز 12، بعضی میگن 9، بعضی میگن 10، بعضی میگن 11، 12 و اکثریت 12 ربیع الاول. فعلا ما شما در 7 ربیع الاول قرار داریم. در اکثریت سرزمین های اسلامی از این روز از اول ربیع الاول شروع میشه تجلیل میلاد. رسول الله صلی الله علیه و روز تولدش نزدیک است دیگه، شروع است مجلس ها و خواندن ها و شعر و شاعری و پلاو و چلاو. یک حال است از اول 12 مال هفتم از اول شروع میکنه. با 12 دیگه بیخی حتی حکومت ها و کلش میان و میشینن و گپ میزنن و رخصت میکنن این روزا و ساتیری میکنن، لباسای خوبم میپوشن، یا خوشحالت یک روز جشن میگیرن. مثل که روز تولد مسیح عیسوی میکنن یا میتونن. اینا ما شما را ببینیم که آیا اینمی عمل مشروع است در اسلام است یا نه، حکمش چیست. قبلا نظر به او دلایلی که ما براتون گفتیم که ما شما به خاطر عبادت الله پیدا شدیم، ولی به مو عبادتی که به طریقه باشد که الله به ما شما وحی کردگی است و رسول الله را بیان کردگی است، پیامبران او را بیان کرده، خصوصا خاتم النبیین. اگر به او طریقه نبود بازو گفتیم چی است؟ بدعت است، ضلالت است، گمراهی است و چیز حرام است. اینمی میلاد چیزی است که رسول الله صلی الله علیه و خودش این روز خود تجلیل نکرده است. همین قسمی که چیز بکنن، مجلس بگیر و پلو پختک و صفتا را بیان کرده برو، باز خودش بشینه مردم صفتایش گفته برو، این تو نکنه. هیچ کدام حدیث ما نداریم، نه کدام حدیث قولی است که به زبان گفته باشه، نه عملی است که عملا کرده باشه، و نه تاییدی است که پیش روش کسی کرده باشه پیامبر صلی الله علیه و سکوت کرده باشه. اگر کسی داره دلیل بیاره به ما،
نشان بده که ما بگویم خیر ببینی اینا به ما آوردی. یکم تا میگه روزه خو میگرفت، میگه روز تولد من، خب بگی روزه تا دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفت. اگه دوشنبه برابر شدی بگی دیگه مرسم دوشنبه را میگرفت، در حالی که او هر دوشنبه را که میگرفت او دوشنبه خو نبود. دوشنبه ها فرق میکرد. رسول الله هم دمون دوشنبه 12 ربیع الاول پیدا شده. بعضی وقت دوشنبه گفت دوشنبه امروز دوشنبه روزه میگرفت و دلالت به یوم نمیکرد که امروز تولد. میتونه به سال یک روز روزه بگیره، دو دوشنبه را هر هفته روزه میگیره. یک دلیلش هم بیان کرد. بگیر دوشنبه را روزه میگیری ثواب است. یک تجلیل قسم کارا کرده نه. خب خلفای راشدین که رسول الله میگه به سنت خلفای راشدین، آیا ابوبکر عمر کار کرده؟ نه، کدام دلیل اثری وجود نداره. ابوبکر با وجودی که یار اول رسول الله خلیفه اول رسول الله با رسول الله در همه مشکلات دعوت بود. عمر رضی الله عنه در عین وقت این خسران رسول الله ابوبکر هم دختر خود به رسول الله دادگی است، یعنی خویشاوندی بسیار نزدیک داره. عایشه رضی الله عنها و عمر رضی الله عنها هم دختر خود که حفصه است بر رسول الله دادگی است. ولی باسه که نگاه خویشاوندی هم باید میکرد. اگر بگوی پای پول و پیسه نبود رسول الله هم رئیس دولت شد، در مدینه کار نکرد. جزیره عرب فتح شد، یمن و بحرین و اینجا فتح شد، بسیار پول و پیسه آمد، پای ما کار نکرد. ابوبکر صدیق عین عراق فتح کرد ولی کار نکرد. عمر رضی الله عنه هر دو امپراتوری دنیا را شکست داد. مسلمانان در خلافت عمر رضی الله عنه اکثریت جهان رهبری کردند، اول قدرت دنیا شد، ابر قدرت. ولی عمر رضی الله عنه نکتی کاره، یعنی کار انجام نداد. پس از این چی فهمیده میشه که سنت نبوده، عبادت نبوده، مستحب نبوده و ثواب نداشته. اگر ثواب میداشت با این با سلام این کار میکرد. ابوبکر صدیق با وجودی که خصوص رسول الله صلی کار انجام نداده، عمر رضی الله عنه انجام نداده. اگر کسی میاد داده و اثر به ما بیاره، حدیثی که به رسول الله برسد او را حدیث گفته میشه، حدیث مرفوع. که نباشه او را موقوف میگن یا اثر میگن. عثمان و علی، عثمان بیش از 11 سال در خلافت بود، علی رضی الله عنه بیش از 4 سال. داماد رسول الله صلی الله علیه و علی اهل بیتشان بود. اگر این مشروع می بود امیر روز تولد و میلاد اونا میکردن، اگر ثواب می داشت میکردن، میگفتن این ثواب هم است و عزت خاندان ما هم است علی رضی الله عنه. چرا از او کدام روایتی به ما نیست؟ حتی هیچ صحابه وجود نداره که کار کرده باشه و یا گفته باشه این روز ما تجلیل کنیم روز تولد رسول الله. از هیچ صحابه ثابت. حتی از امام ابو حنیفه رحمه الله، بعضیا میگه ما حنفی امام ابو حنیفه رحمه الله روز پیامبر تجلیل کرده. بیار کدام دلیلی از کتابای حنفیان پر است معلومه. امام مالک، امام شافعی، حنبلی در 4 مذهب اهل سنتی وجود نداره. پس آن یک پادشاه را میگن به نام ملک مظفر تحت تاثیر یهودی و مسیحا رفته بود که اونا از عیسی مسیح تجلیل میکردن روز تولدش و اونو کار کردن. در قرن 7 هجری 625 یا 28 هجری این روز تجلیل کرد و همی بدعت ایجاد کرد. این بدعت اینال کاری را که رسول الله صلی الله علیه و آله در قرآن وجود نداره، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، صحابه خلفا انجام نداده. پس خب بدعت شد دیگه. و بدعت کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. خب اینا لمی تجلیل که بکنیم چی می ثواب می نه، ثواب نه، گناه کرد. پیسه تا هم رفت، یکم تا می 1000 ما به خاطر رسول الله 5000 میتون جان میتون نه نمی روز میلاد 10000 خدا میپره. خب بلا و بار کنه خودش ببینید دشمن سنت رسول الله است، ولی در روز میلادش 10000 میپره. اگر تجلیل از سنت رسول الله این پلو خوری در سال یک دفعه باشه خب آسانه. اگر ما در سال یک دفعه یک نان بکنیم از جیب خود پرتیم بازور خود ما بخوریم خب بسیار و به این جنتی شویم به جنت بریم خب بسیار دیگه آسان شد. اما مرکزایی که بدعت ها را ایجاد میکنن برای از پیشان سوال کنه شما را به الله قسم مریدای خیلی زیاد داره دمونجا که تجلیل کرده هیا هوی گفته هیا هوی در مرکزیتون قرآن ترجمه میشه، درس حدیث وجود داره.
این ذکر و عبادتی که شما میکنید از کجا آمده؟ در کدام حدیث ذکر است؟ در کدام آیت قرآن کریم اشاره به این گپا شده؟ بگویید. مدح پیر خدا بکو، کامل و مکمل است، قیوم زمان است، متصرف است، در یک لحظه مردم رسانده میتونه. پیامبر 23 سال صحابه را تربیت میداد، دور رسانده نمیتونست، حالی پیرا پیدا شده در یک روز میرسونه. همه عبادات هم از پیشش معاف میکنه، در کابلتان وجود نداره. میال عجیب است. به این کتاب الله بشینید، آیت قرآن کریم خامو بود، صحابه خامی تفسیر میکنه. قتاده رحمه الله میگه فضل الله متعال اسلام است، رحمتش قرآن است. بله، بعضی تفاسیر گرفته باشه وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما میگیم بالکل رحمت است. چرا؟ لیکن بیادرکم تو باید یک کمی قرآن مطالعه بکنی. اگر قرآن مطالعه نکنی باز دیگه جنجال است. قرآن در یک جای هم به ولادت پیامبر اشاره نکرده. یک آیت برای من کسی نشان بده که آیت اشاره به ولادت کرده؟ بله، قرآن اشاره به چی کرده؟ که احسان خدا میمانه. سوره آل عمران الله متعال برای ما میفرما لقد من الله علی المؤمنین، یقینا احسان بزرگ گذاشته الله متعال، منت گذاشته الله متعال بالای مؤمنا. چی منت گذاشته؟ از بعث فیهم رسولا منهم، به خاطر که در بین خودشان یک پیغمبر عظیم شان روان کرده، فرستاده، یتلو علیهم. این منت و احسان به خاطر چیست؟ پیغمبر چی کمال داره؟ کمالش در این گپاست که ملت جمع کرد سر کتاب الله، یتلو علیهم آیاتی، تلاوت میکنه آیات الله را بالاشان، و یزکیهم، یاره از هر نوع لوث و گندگی و عقاید غلط و مزاق را پاک میسازه، و یعلمهم الکتاب، سری مقاصد کتاب الله یاره تعلیم میده، و الحکمت، تطبیق عملی در زندگی میکنه. حدیث پیامبر تشریح قرآن کریم است. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه پیش از این ملت در گمراهی بود. اشاره به چی میکنه؟ تفاوت یا امتیازی که در بین دو زمانه آمده، زمانه بعثت است. بعد از زمانه بعثت مردم نجات پیدا کردن. عقیده گمراه، عقیده نادرست وجود نداره، تاریکی وجود نداره. اما با ولادت این تفرقه پیدا شد. 40 سال پیغمبر امو زمان جاهلیت موجود بود، مردم دمو تاریکی بود. امتیاز که در بین دو مقطع زمانی پیدا شده توسط بعثت است. سوره جمعه را بگید، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، الله او ذاتی است که فرستاد در بین مردم ناخوان، مردم نانویسنده، شتر چرانا، بادیه نشینا، نه پوهنتون نه مدرسه. امروز میگن وی تو قرآن میخونی 14 علم بیاموز. قرآن و حدیث میخواست با بچه ها میگن زنجانی را خونده ای؟ زرادی را خواندی؟ جناب من نه زرادی میخوانم نه زنجانی، من کتاب الله میخوانم و حدیث رسول الله. بکش اگر مرد هستی تو جناب نمیشته کو که بدون زنجانی و زرادی قرآن خواندنش حرام، حدیث خواندن حرام. نکنی مردم رسوا نکنی در آسیابی دشمن نریزانی که قرآن کریم کتاب یک مغلق پیچیده سرت خلاص نشوه. هیچ اموتون معرفی که در پوشاتان بده زد ملت مسلمه را محکم از قرآن غافل ساخت. تو جناب مولا فتوای امو کفار مستشرقین داده رو نیستی؟ توی مومن هستی؟ تو از قرآن آگاهی داری؟ چرا اینطور میکنی؟ اخو قرآن میخوانم اونجا فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمت. عین نبی رقم آیات و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. همین مردم پیش از بعثت پیامبر در گمراهی آشکارا بود. کاش که تو جناب عالم میفهمیدی که بیا وجود پیامبر علیه السلام رحمت است. و الله کدام چیزیش رحمت گفته؟ خود قرآن میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله نگفته و ما اوجدناک و ما ولدناک، ما تو را تولد نکردیم، ما تو را پیدا نکردیم مگر رحمت برای عالمین. میگه و ما ارسلناک، ما تو را پیغمبر نکردیم. رحمت در پیغمبریش است نه در ولادتش. جناب کاش که تو یاد داشته باشی قدر گپاره. قرآن بدونی خیلی خوب.
بزرگترین نعمت است، میگه موجب سرور و خوشی است. ما باید خوشی بکنیم. تو معنای خوشی را که دمی آیت متصلش بعد از او الله گفته قل بفضل الله و برحمته گفت. مراد از این خوشی، معنای خوشی چیست؟ خنده کنه آدم، ها چی بکنه؟ یا پلوا را بزنه، کوفته را بزنه، بگوی تنگ بکرون بشرق خوشروق است. از کی هستی؟ از کی جمع کرده ای؟ یکی تان شور خوردن نمیتونه. 5 روز با میلاد باقی مانده، یکی تان شور خوردن نمیتونه. آجی صاحب معظم، مولوی صاحب محترم، وکیل صاحب کلان میخیزه. چند نفر میدی؟ پیغمبر است که باشه. بیچاره یک ما برای اولاد خود به الله قسم در حالتی که زنشان ولادت کرده 1 کیلو گوشت آورده، توانش نداره. اما جنابیم ملک صاحب استاد است، وکیل صاحب استاد است. پیامبر علیه السلام میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. طیب نفس باید باشه. مولا و مولایی ترا بالله قسم این به طیب نفس است که جمع میشه. از تو سوال دارم مولا صاحب مولایی صاحب، این خوشی به پخته کردن دیگا میشه، شوله باز در مسجد ترنگ و ترنگ باشه، سیرت رسول الله بیان میشه. بیا کمی شوله را ورداریم با سیرت رسول الله را اعلان که بیان میشه که چند نفر برای تو میشینه. عجیب است. نکنی خدا فریب ندی. ابلیس شما را فریب میده. آلی از مسجد ها دور کردن، در کجا رفتن؟ بگوی در هوتلا. خوشی وجه است. خب است که یک رقص ناورده، بله به نام سازنده را ناورده، خب لیکن در لباس سفید بالکل وجود داره. شانه ها دور میشه، هوب 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 شده رو ایسته. بیا دیگه هوتل است. آفرینید، آفرینید، هوتل است. یک دفعه فکر بکن، یک دفعه سری سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله اموجه که تو بیان میکنی جناب عالم فکر بکن. امویی که آیت و حدیث برات اعلان میکنه روز خوشی را تو خوشی کردی؟ تو جناب خوشی کردی؟ کلا نه. خیلی خوب، این روز بعثت تو جشن گرفتی، خوشحالی کردی؟ روز یوم بدر که یوم الفرقان است، یوم التقى الجمعان است. الله پیروزی را نصیب پیغمبر کرده، جشن گرفتی؟ روز فتح مکه را جشن گرفتی؟ روز صلح حدیبیه را جشن گرفتی؟ کدام روز؟ من خو میگم که یک روز تاریخی پیغمبر اینطور نیست که قابل جشن و خوشی نباشه. اما با کدام روز اول جشن بگیریم؟ ای کاش. ارفعي